ببینید از اینجا دیدن کنید حالا چه شده. قبلا جایی هایی که اسب محمد رضا شاه پهلوی نگهداری میشد اینجا و چند سال زندان خامنه‌ای جمهوری اسلامی ایران شده که اینجا زندانیان میزیستن. الان هم شده قصر جمهوری اسلامی ایران که چند سالی شده. ساخت سازش چند صد سال پیش است که انشالله در فیلم دیگه برای شما نشان خواهم داشت. ببینید چه خبر اینجا. قبلا جای اسب جایی بوده و سگای اسبای مهم پادشاه رو اینجا تربیت میدادن. ببینید اگه میخواین ببینید از اینجاها خبر بگیرید، حالا شده موضع قصر، میتونید از اینجاها دیدن کنید. ببینید چه خبر اینجا. این همه هنر اینجا ریخته شدن، در عکس شدن که دیدن محاله و اینم از این عکس نقاشی قاجاریه. این از نقاشی قاجاریه و اینم از نقاشی امام خمینی رحمت الله هست. ببینید اگر میخواین ببینید این کارا، حالا شده موضع قصر که ساخت سازش بیش از 100 سال است. ببینید جاهایی که اسب نگه داشته میشد. محمد رضا شاه در اینجا اسبهای خودش رو نگاه می‌داشت. اگه میخواین از این چون موزه ها دیدن کنید، بیایید شریعتی، تهران شریعتی